این نوبت آزمون شام ترسونزاده که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده در تمام کارخانه و تشکیلات و جماعت و دهات اعلان گشته است، از طرف پشت مرکزی در شهر ترسونزاده گذرانده شد. باید گفت که این آزمون طول 3 ماه است که از طرف کارخانه و تشکیلات های حدود شهر و جماعت و دهات گذرانده می شود تا آخری سال باید جمع‌بست گردیده. مقصد برای دریافت چهره‌های نو و احیا گردانیدن هنرهای ملی مردمی می باشد. سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردید. از همین سبب در تمام جمهوری تاجیکستان چهاربینی‌ها عاید به این سال گذرانده شده است. همچنین در شهر ترسونزاده ما هم خیلی چهاربینی‌ها گذرانده شده است. با همین سبب از طرف کارمندان پشت مرکزی و فیلیال جمعیت سهامی تاجیک تلکم امروز این چهاربینی تشکیل کرده شد. من خیلی که دیده استودید همه کارمندان مرکز علاقه پشت شهر ترسونزاده و فیلیال جمعیت سهامی تاجیک تلکم در شهر ترسونزاده فعالانه اشتراک دارند. در آینده ما حرکت میکنیم که از طرف کلکتیو پشت مرکزی و تاجیک تلکم این خیلی چهاربینی‌های تیز گذرانیم. همچنین در این روز از جانب کارمندان اداره آب تامین کنی شهر ترسونزاده نیز نمایش هنرهای مردمی تشکیل کرده شد. در این چهاربینی از طرف کارمندان شعبه فرهنگ شهر، مکتب موسیقی، جوانان کارخانه، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده در وصف وطن، وحدت و جوانی شعر و سرودها قرائت نمودند. کارخانه ما امروز تصمیم گرفته است که یک شام نمایشی هنرهای ملی مردمی در چایخانه مرکزی شهر ترسونزاده پیشکش شهروندان این شهر گردانیم. خیلی که شما دیده استاده در این نمایشگاه طعام‌های ملی، هنرهای مردمی از جمله چکندوزی، زردوزی و دیگر هنرهای مردمی را پیشکش تماشابینان گردانیدیم. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و اعضای حکمان را که متخصصان ورزیدن، سابقه‌داران و هنرمندان کسبی تشکیل می‌دادند، نمایش‌های مردمی را تماشا کرده به هنر دست هنرمندان بهای بلند دادند.